برایت که خدا در عمرتان برکت نیابد. که دادر عزیز، 3 دعا در پیش پروردگار بیشک قبول است. یکی دعای آدم مسافر، یکی دعای آدمی که مظلوم است، بیچاره است، بی صاحب است، دیگر دعای پدر و مادر. بیشک پیش پروردگار در دیگر قابل قبول است. از عمرت برکت نمیابی. یکی مبادا تکیه به 5 وقت نماز نکنی، تکیه به نماز جمعه و تکیه به داملاگی و شیخی و دیگر نکنی که دعای مادر تو را در دنیا و در قیامت البته به البته از همه آن چیزی که خدا برای تو میدهد تو را مانع میگرداند. بسیار دادر عزیز، تاکید میکنم سخن خدا و پیغمبر است، تاکیدی به تاکید است. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله از بالای 7 آسمان تاکید دارد، مبادا که کلمه اوف در راست پدر و